حالت جاندهی از خود را به پشت میبینی، فقط ملک الموت در چشمهای تو نمایان است. تمام میبینی که عزرائیل در تار سرت ایستاده است، برای قبض روح تو آمده است، برای جان تو را گرفتن آمده است. فراموش نکن برادر، هر نوعی که زندگی میکنی فراموش نکن که روز این زندگیت به پایان میرسه. فراموش نکن که حتما روز از دنیا میروی. مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، میروی روز به خاک و توشه تیار کن. ناگاه بود از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند. غافل منشین زمانت ببرند، گر تو نروی کشانت ببرند. ببندند دست و پایت را، پوشانند چشمهایت را. این مزرع عمر از نشاط آمده پاک، دهقان اجل نکیش جز تخم هلاک. چون دانه گندم همه باسد دل چاک، از خاک برآمدند و رفتند به خاک. کجا شد سروری اولاد آدم، کجا شد احمدی محمود خاتم، کجا شد عامه معراج افلاک، به یثرب رفت زیر پرده خاک. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد و گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد صلی الله علیه و سلم. این همون دنیا هست برادر ناز. مغرور دنیا نشویم، در فریب دنیا نخوریم. ما و شما بنده رمضان نیستیم، ما بنده الله رب العالمین هستیم. نشوه که بعد از رفتن ماه رمضان راه مسجد فراموش کنیم. نشوه که بعد از رفتن رمضان دما نماز قضا کردن سر شوه. نشوه که بعد از رفتن رمضان، بعد از اینکه خداوند ما را پاکیزه از گناه کرد، دوباره خود را آلوده و بدبخت رسوا بگردانیم. برادران عزیز و بزرگوار، این تعلیمات پیغمبر بزرگوار برای ما باید یک درسی بزرگی باشه. زندگی بکن، هر نوع میخواهی زندگی بکن، اما فراموش نکن که روز زندگی تو به پایان میرسه. زندگی تو ادا میشه و تمام میشه. این دنیا را پسی سرگ میکنی، ترک میکنی، به سوی لقای پروردگار، به سوی دیدار پروردگار، به سوی محضر رب العالمین برای جواب گفتن حتما بازگشت میکنی. و پیغمبر بزرگوار گفتن، حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودن و عمل ما و احبب من شئت فانک مفارقه. هر شخصیت را، هر کسی را میخواهی دوست بدار، اما فراموش نکن که آخر از دوست جدا میشوی. برادری عزیز و بزرگوار، آخر این زندگانی جدا شدن است. آخر از پدر جدا میشوی، از مادر جدا میشوی، زنت بیوه میمانه، فرزندت یتیم میشوه. پدر و مادر در ماتم و در داغت می نشینند. آخر از این دوست ها جدا میشه. امروز جداگی نکو برادری بزرگوار. امروز با برادر و اکا و دادرت قهری نبیست. این لحظه اندک دنیا کرایه نداره که امروز جداگی کنی، امروز قهری بیستی، امروز به هم دیگر دشمن شوی و بدبینی کنی. آخر جدا میشوی، آخر حتما تو را جدا میکنند. به همین خاطر امروز دوست بدار، امروز به قدر برس، پدر و مادر را احترام کن، دعاشو بگیر. روزی میروند والله قامتت میشکنه، خانت به نور میشه و تاریک میشه و زندگیت خیلی حیات دیگرگون تغییر میابه، بی سرپوشه میمانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود ز رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادر بزرگوار، به قدرش برس که نمی آبیش. والله قسم ده آرزو مثل من بر این می سوزی، می خواهی که یک بار پیداش کنی، ای پدر جان بگوی دیگر نمی آبیش. می خواهی جای تنهایی باشی، یک فریاد کنی تا اینکه درون سینت خالی شود، چون اینجا هم پیدا نمی کنی.
برادری عزیز و بزرگوار، به قدر پدر و مادر برس. برادری عزیز و بزرگوار، به قدر برادر برس، به قدر یار و دوست برس، آخر جدا میشوی. چی نوعی که امروز از رمضان جدا شده ای ساده ای، روز از این عزیزها جدا میشوی. اگر تو نروی حتما اونها از تو میروند و جدا میشوند. یک عمر از این بی پرواگی و بی احترامی میسوزانند تو را. یک عمر از فراق از داغشو میسوزی برادری عزیز و بزرگوار. و آخر جبرئیل علیه السلام گفتن و عمل ما شئت فانک مجزی به. عمل کن، هر کار میخوای برادری عزیز بکن. ایرا فراموش نکن که آخر از این کردار جزا میبینی. اگر عملی خوب باشه، با سر بلند، با آبرو، با عزت و با حرمت نزد پروردگار میروی. پروردگار تو را دعوتت میکنه و قبول داره، میگه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بگرد بیا به نزد پروردگار، تا خداوند از تو راضی هست، تو را از خودش راضی میگردانه. چقدر با حرمت و با عزت می روی. با ملائک روح پاکش جانب رحمان برفت، جمله گریان او خندان برفت. اما اگر عملی بد کردی وای به حالت. و من اساء فعلیها، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. عملی خوب کردی والله قسم فایده جانت خست، هم خوشبختی دنیا و آخرت میشوی، هم دنیا تا آباد میکنی هم آخرت تا. اما عملی گناه و بد کردی وای به حالت برادری بزرگوار من، که هم دنیا تا ویرانه میکنی هم آخرت. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تا حضرت جبرئیل گفتن وعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل. برادری بزرگوار، بعد از گذشتن ماه رمضان نماز شب فراموش نکن. پیغمبر بزرگوار تا حضرت جبرئیل گفتن که ای محمد صلی الله علیه وسلم، بدان که شرافت و بزرگی انسان در قیام و در نماز شبش هست. اگر بخواهی که در نظر خدا بزرگ شای، اگر بخواهی که در نظر خلق خدا بزرگ شای، شب زنده‌داری را اختیار کن. پس از شب زنده‌داری خون مردم میخورد، دائما از مردمی شب زنده‌دار اندیشه کن. از انسان‌هایی که شب زنده‌دار هستند، عبادت شب دارند، از تیر آه اونها حذر کن. از اونها خیلی هوشیار باش که تیر آه اونها بسیار نشان رسه هست. برادر بزرگوار، بعد از رفتن ماه رمضان برای خودت وظیفه کن، توشه آخرت ذخیره کن، زاد و توشه آخرت جمع کن، نماز شب داشته باش. حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه وفات کرد. بعد از گذشتنش در خواب یکی از شاگرداش در آمد، پرسید گو حضرت برای من بگو بعد از وفات کدام عمل زیادتر برای انسان دستگیر می شود، کدام عمل زیادتر انسان فایده میکنه؟ حضرت یک آهی سر کشیدن گفتن ای فرزندم، یگان عملم به اندازه 2 رکعت نماز شبم برای من دستگیری نکرد. نماز شب به نظر اندک نگاه نکن برادری بزرگوار، نماز تهجد بخوان، نماز شب داشته باش. خواب این کار انسانیت نیست. کار چی کنی که با عجل باشد و جفت، برخیز خواب که عمر می باید خوب. در لحظت و دخاک خیلی خواب می روی، این دنیا جای خواب کردن نیست برادری عزیز. هوشیار باش، نماز شب از دست ندی. و در آخر جبرئیل علیه السلام گفتن و عزت مؤمن این کنارجویی از مردم است، یعنی طمع نکردن، در فکری ضرر و زیان مردم نبودن است. اگر بخواهی که در نظر خدا، در نظر خلق خدا عزیز شوی، محترم شوی، امروز در فکر خیانتی هم دیگر نباش، در فکر ضرر و زیان هم دیگر نباش. یگان انسان به چشم بد نگاه نکن برادری بزرگوار.